هوا سرد شده، خیلی سرد. سرما به مغز استخون میزنه. داره برف میاد. برف همه جا رو پوشونده. تا حالا شده خواب ببینی که داره برف میاد؟ ببینی سوار یه اسب سیاه دم سفید شدی که توی بدنش جای 1000 تا گلوله است. مخون نمیاد. داری به این فکر میکنی که یا به خودت میای ببینی اسب بیچاره پاش روی برف و ریز خورده و تو رو پرت کرده وسط است. از اون به بعد دیگه یادت نمیاد. هرچی فکر میکنی یادت نمیاد. تو مردی، اسب مرده، یا هر دوتا. فکر کنی اسب پیر مریض رو بروته. فکر کنی اسب پیر مریض رو بروته. درست بزن وسط پیشونیش. درست بزن وسط پیشونیش. بزن وسط پیشونیش. لارا پیر مریض رو بروته. درست بزن وسط پیشونیش. درست بزن وسط پیشونیش. بزن وسط پیشونیش. کاش لارا پیش من رفیق. مگه نگفتم همه درها رو ببند؟ راست سرباب پسی باد لعنتی از کجا میاد؟ شاید از زیر دره. از پنجره؟ از پنجره است. خب چرا پنجره ها رو نمیبند؟ بسته سرباب. تقصیر ما چه هوا سرده. چیزی گفتی چشم؟ خواستم بگه ما همه در پنجره. خفه کش کدوم روی هستی کش؟ پاشو مرد، چقدر گفتم از این زهر ماری نخور. پاشو کش کش کش. نشنیدم خانم. مباشر هنوز نرسیده؟ نه. چی کرده؟ تقصیر ما که نیست خانم. خانم نگفتم تو مقصری، گفتم مباشر هنوز نرسید. اون بیچاره مقصر نیست، سرباب راه ها ناهمله. ناهمله؟ مگه خبر نداری ارباب؟ چه خبری؟ شورشیا ریختن و همه دهکده ها رو غرق کردن. تو از کجا میدونی؟ خبرها زود میرسه خانم. خانم پرسیدم تو از کجا میدونی؟ باد خبر آورده. باد دیگه چی میگه؟ باد میگه الانه که شورشیا بریزن. خفه شو! باد میگه شورشیا به هیچی رحم نمی‌کنن. باد میگه تو یکی از دهکده‌ها چشمه رو بردن قده کوه.
چون به فانوس کارگر نیست. ما که توی ممارت فانوس نداریم. شما با خودتون فانوس آوردین؟ نه با چیز مهمی نیست. مباشه رو کشتن. چی؟ شورشی ها خانم شورشی ها کشتن. پاس کجا میدونی؟ پاس کجا میدونی؟ باد آقا مگه صدای شیرانه نشنیدیم؟ دیوونه شدی؟ چی داری میگی؟ مباشر بیچاره شورشی ها تیکه تیکش کردن. مباشر لعنتی شورشی ها تیکه تیکش کردن. اینو برای شما آوردم. این کی بود؟ کی عزیزم؟ یه نفر الان از اینجا رد شد. بغیر از من تو کسی اینجا؟ من خودم دیدم. گفتم بغیر از من تو کسی اینجا نیست. گفتم من خودم دیدم. آرا! اون غذای من چی شد؟ ببخشید ارباب، نمیخواستم مزاحمتون بشم. پی کشف میگردم. چیزی شده؟ مگه خبر ندارید ارباب؟ نه چه خبری؟ چون دلم اون کردی لورا. بالاخره میگی چه اتفاقی افتاده یا نه؟ مباشر رو کشتن. به خدا قسم دروغ نمیگم. من نمیگم مباشر کشته شده. ماتی میگه. ماتی؟ ماتی دیگه کی؟ ماتی یه ترسوی بزدل، یه دزد بی هر چیز توی ده کناری نوکری میکنه. یه شب برفی از اربابش از توی استبل میدوزه و هی میکنه تا بیاد اینجا. شورشی ها با تیر اسبش رو خلاص میکنن. امشب همون شبه ماتی داره میاد اینجا. نوکری پیشه خوبی آقا. نه چندان آقا. ولی بهت میام. میشه لطفا جلوتو نگاه کنی؟ من از مردن میترسم. اون چیه اینقدر محکم به کف میگه؟ سوچی هستی نه؟ به نظر دهنتم قرص میاد. اینجور میگم. یه بود شراب 7 ساله است. از زیر زمین اربابم کش رفتم. اگه اربابت بفهمه برات بد نمیشه. نهایتش میخواد حلقامیزم کنه. خب بعد چرا گفتیش ها؟ این علمش واسه یکی از رفیقام. اسمش کشه. میشناسمش. چی؟ آره لورا رو چی؟ اونا میشناسی؟ زنشه. آره. خوبیه. آره زن خوبیه. خیلی زن خوبیه. من با مخیش اونم. از نوکری همچین پیشه خوبی هم نیست آقا. چندان آقا. ولی بهت خیلی میاد. آره ولی چی؟ گفتم که از مردن میترسم. حتما. سنت راست میگه؟ نه ارباب، ماتی گفت وقتی هنوز خون توی آسمونه شورشی
که بیدار شده داره از اینو میگه. لورا مگه قول نداده بودی دیگه دروغ نگی؟ ها؟ دروغ نگفتم خانم. وقتی دروغ میگی یه بگه میزنه. خدا قسم اگه یک کلمش دروغ باشه. مگه دیشب ماتی بهت نگفت؟ نه با تو هم میگم مگه دیشب ماتی بهت نگفت؟ چند بار بگم نه دروغ ارباب همش دروغه. ماتی مرده ارباب این زن دیوانه است. لورا از وقتی که ماتی مرده دیوونه شده، همش خوابشو میبینه. از یون میگه. لورا میگه من دیشب و تا صبح با اون توی استر بودم. اون میگه ما شراب خوردیم. میگه تا صبح عربده کشیدیم و فرش دادیم. اما به کی؟ دیشب ماتی رو راه دادی تو استر؟ دروغ نگو کش. خودم دیدم دیشب ماتی رو راه دادی تو استر. صدا تو بیار پایین زن زشته. شما دارید فاش میدی به عربده میکشید. زشتی؟ برو بگیر بخوام ارباب ترام بیدار میشه. کش ارباب بیدار بشه جفتمونو پرد میکنه بیرون. اون خوابه. یه پیک میزنیم کسی چیزی نمیفهمه ها. بیا دارم بیا. ارباب بفهمه ایجازتش بیرون میفهمی؟ ایجازتش دورا ارباب کش غلط کردم. غلط کردم کش. غلط کردم کش. غلط کردم. ارباب به خدا قسم کش منو زیر شلاق سیاه میکنه ارباب. دروغ میگه ارباب. دیشب چی بود که یه گالون شراب و با ماتی خورد و تا صبح عربده میکشید ها؟ ارباب به خدا قسم که با ماتی بود. خودش بود. هرچی بهش گفتم راه شده خونه گوش نکرد. خودش تو استقلال تا فحش شدن عربده کشیدم. راست میگه؟ نه کاش نه. بله بالاخره بانه یا نه؟ ببینید ارباب من دیشب بحث کردم قبولم و تنها بودم. ماتی مرده ارباب این زن دیوانه است. خدا از سر تقصیرات نگذره کش. خدا به روز ارباب به خدا قسم که با ماتی بود. به این نشون که یک به سیاه دکتری از استقل اربابش که شفته بود اومده بود جلوی امارت. ترسیده بود. بهش گفته بودم شورشی ها دارن سر میرسن. اونم فرار کرده بود اومده بود اینجا. مزخرف نگو زن. شورشی کجا بوده؟ هی میگه شورشی. ارباب سوگند میخورم که این زن دیوونه است. اون ماتی لعنتی دروغ گفته که شورشی ها میکردن. از اون گذشته ارباب ماتی چند وقته که مرده. تو میگی زنه دروغ میگه؟ نه. نه. بله. بالاخره بله یا نه؟ ببینید من دارم میگم ماتی چند وقته که مرده. همین پس اون کی بود دستی بهش فاش میدادی ها؟ به تو فاش میدادم. به من؟ یادت نیست؟ وقتی اومدی تو خونه من بهت میگم ماتی. اصلا شما بگید خانم ماتی اسم زن یا مرد؟ تمومش کنید. از سرش هم همش دارید پرت و پلا میگید. گامشید بیرون. ارباب به خدا قسم کش من زیر شلاق سیاه میکنه ارباب. نشنیدید خانم چی گفت؟ گامشید بیرون! بله ارباب شنیدی؟ عجیبه، اصلا جور در نمیاد. میدونی راستش رو بخوایم دروغ گفتن چیز خوبی نیست، اما گاهی وقتا آدم مجبوره که دروغ بگه
خلقت آدم است. چرا اینطوری به من نگاه میکنید؟ مگه شما تا حالا دروغ نگفتید؟ عجیبه من یه اسب سیاه دم سفید از سبل ارباب برداشتم یادم سوارش شدم اصلا جور در نمیاد که الان با تو هم سفرم توی دنیا اتفاقات عجیب زیاد میافته گفتی نوکری ها؟ بله آقا به نظر دهانت هم قرص میاد اینطوریه نمیترسی که ها؟ این حرف تو میذارم پای سادگی رفیق از چی بترسم؟ از این که مرده باشی از سادگی چرا پرت میگی از کجا میدونی؟ دارم دنبالت میگردم از چرا بایستنی لعنتی؟ حتما بیاد دیگه یالا ایو از اون سالا میگذره و من حافظی درست و حسابی ندارم. همین باعث میشه که نتونم این ماجرا رو درست برای شما تعریف کنم. البته یادم که اون شب سرد بود، باد زوزه میکشید، برف میومد. ماتی یه اسب از استبل اربابش دزدیده بود و چهار نعلیم از انتماعت ما. ببین کی اومده ماتی قیافش برم میخوره در ببرم بیا تو چی میخوایی از جونه ما؟ لعنتی من همه این راه و امید تو رو راه منم اگه برگردم ارباب منو میکشه اگه ارباب ما بفهمی چی ها؟ درد ما میکنه بیرون میفهمی
پرتمون میکنه بیرون. نه من یه بود شراب دزدیدم پسر. با یه هست چشم اگه برگردم من بابا منو دار میزنه. برگرد برو. الکی داری شور میزنی ارباب هیچی نمیفهمه. چی خندی؟ تو مرگی لعنتی یادت نیست؟ خودم کشتنت. برگرد برو. باشه میرم، ولی فردا وقتی هنوز خون توی آسمونه شورشی ها به اینجا میرسن. گفتم باید اربابا رو میکشن، کاری با ما ندارن. ببین چی اومده مارتین. حالا ازش به هم میخوره. درو ببند بیاد. بیچاره ارباب خیلی ناراحته. اون نمیدونه مباشر تو این سرما توی برف و کولا کجا گیر کرده. کی فکرشو میکرد گیر شورشی های از خدا بیخبر بیفته. بین خودمون باشه شورشی ها همه بدنش رو تیکه کردن، مثل صورتش رو هم صدا خوردن. این آدم ها هستن که همیشه به نفع خودشون فکر میکنن. اصلا من فقط به مسیر فکر میکنم. حتما تو این مسیر چیزی وجود داره. من یه عمر که این راه میرم و برمیگردم، ولی تا رو همچی مسئله برخورد نکردم. سرم درد میکنه. جای گلوله درد داره. گلوله نخوردم. شما به ضرب گلوله شورشی ها خود اومدی. شورشی ها؟ تو چه گفتی اونا وجود ندارن؟ به اربابی تو گفتم به شورشی ها شما رو زدم. یادتون نمیاد؟ نه یادم نمیاد. مهم نیست، چون اینجا هیچ چیزی واقعی مثل اینجا به شخص وجود نداره. سرم به مسیر ادامه بده. حتما چطور میخوای با شورشی ها کنار بیاری؟ نمیدونم. چطور نمیدونی؟ خب بالاخره اونا هم یه سری خواسته دارن دیگه. امیدوارم خواستای سختی نداشته باشن. امیدوارم. ببین عزیزم. ارباب اینجا چه غلطی میکنی؟ مباشر پشت در ارباب اجازه ورود میخواد. مباشر؟ مگه نگفتی اون مرده؟ من چه؟ چه گفتم خانم؟ ببخشید ارباب، نمیخواستم مزاحمتون بشم. مباشر اومده پشت در عمارت، میخواست شما رو ببینه ارباب. لورا! کدوم گوری هستی لورا؟
اسبم مرد. درست یادم نمیاد خودم بهش گلوله زدم یا یک گلوله اون از پشت انداخت. بیرون سر ارباب، سرما به مغز و سخون میزنه. طبیعی آروم باش حسینی، ولی دیگه به امارت رسیدی. چیزی یادم نمیاد شورشی ها رسالم اطلاعات دیگرم به هیچ خطر راه نمیکنم. کش اینجا مرگو کی بسید شلیکا؟ شورشی ها کی شلیکا؟ شما بسید دنیا دیگه شما چیزی یادم نمیاد شورشی ها رسالم اطلاعات دیگرم به هیچ خطر راه نمیکنم. سواجرات آره تیکه پاره کردن. در حال فرار بودی که یک از شورشی ها با تیر از رو خلاف کرد. نه چه نمیشه؟ دقیقا اسمت کجا طرف شد و چقدر پیاده؟ چیزی یادم نمیاد. هیچی یادم نمیاد. چیزی یادم نمیاد. جناب مباشر، نکنه تیر به خودتون خورده باشه. میخواید کسیش خبر کنم؟ یا مسیح مقدس کش چی شد؟ مباشر پشت در ارباب اجازه ورود میخواد. چرا مزخرف میگی؟ مباشر که همینجا این مرده ارباب مباشر اصلی پشت دره. چی شده لورا؟ چی شده؟ بابا دستی روی سره مباشر سکا زهارت میگه چیزی یادم نمیاد. مباشر چی شده؟ اینجا دلکده مرده است. ترسناکه. بعضی وقت خیال میکنم که هممون مردیم. میترسم اینقدر کلم داغ بشه که یه کاری دست خودم بدم. الان که شورشی ها برسم اینجا ما باید کار بکنیم. ما باید این کار بکنیم. امارتو گذاشتید رو سرتون. به این لعنتی بگو اینجا چه خبره لورا؟ بهش بگو. کش به حرف ماتی گوش کن. اون صلاحتو میخواد مرد. بگیرش کش. زود باش کش. بکشش رو. اربابو و خانوما هر دوشون رو. اشارتی که باید کش فقط کافیه این ماشه رو بتکونی. درست بدن وسط پیشونیش. نمیتونه لورا. میتونه. پسش بر نمیاد. باید این کار بکنه. میترسه مثل یه بچه میترسه. من نمیتونم لعنتی. عزیز دلم باش الان وقتشه. شورشی ها رسیدن پشت در امارت. یادتون باش وطنش نکن. دخلی به ما دارن. خب دخل ما رو میارن
تو میخوای ما بمیریم؟ میخوای مردم این امارت به خاطر تو بمیرن؟ نه! پس کلک این دوتا رو بکن. میدونی بعدش چی میشه؟ چی میشه؟ شورشی ها میان اینجا میبینن تو ارباب شدی، خوشحال میشن و گورشون رو گم میکنن میرن. کش تو باید این کارو بکنی، میفهمی؟ نه. باید این کارو بکنی. نه! آروم باشید. لعنتی اینجا چی شد جناب مباشر؟ مشمشی ها ما توافق کردیم، اونا پذیرفتن که از این به بعد همه چیز دست کشه. ارباب کرد. ارباب کرد. ارباب کرد. ارباب فقط کافیه باشه رو بچکونی. تو باید این کارو بکنی. بعدش ارباب ما میشی. دست بزن وسط پیشونیش. فکر کنی اسب پیر مریض رو بروته. درست بزن وسط پیشونیش. درست بزن وسط پیشونیش. بزن وسط پیشونیش. گفتی اسم چی بود؟ من که چیزی نگفتم. از سریتار برو که خیلی عجله داره. میرسی پدر، تو هم به وقتش میرسی اونجا. اگه دیر برسیم، اگه یه وقت نرسیم چی؟ زمان مهمترین مسئله اینجاست که همه روالشو گم کردن. من گوشم از شنیدن این چرندیات پره. تو بنیا باید بگو سریتار حرکت کنه. از پای من بهتر از هر کسی میدونن چه وقت و چه زمان باید کجا باشم بدن. گفتی اسم چی بود؟ من که چیزی نگفتم. یه جورایی بهت مشکوکم. راحت باش پدر، حرفتو بزن. به نظرم تو مردی و یه چیز عجیب تو رفتارته. کی میدونه ها؟ شاید هم همینطوری باشه که شما میگی. اسباب چی؟ اونا مردن؟ معلومه که نه، اونا دارن حرکت میکنن. ببین. امیدوارم همینجور باشه که تو میگی. هرچند به تو و این اسباب خیلی مشکوکم. پدر تو از مردن میترسی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ خب معلومه که میترسم. یعنی میخوای بگی تو نمیترسی؟ خب پس بهتره همینجا پیاده شی. چرا؟ چون تشخیص زنده ها از مرده ها خیلی وقته که برای همه سخت شده پدر. من به این چیزا کاری ندارم. که زنده باشی که مرده. من فقط میخوام به اون امارت برسم. الان اونجا همه جمع شدن دور هم برای گرفتن یه تصمیم بزرگ پدر. اینا رو از کجا میدونی؟ گفتم نگران نباش، به وقتش به سهمت میرسی پدر. گفتم اینا رو از کجا میدونی؟ زمان پدر. گوش کن، صداشو میشنوی؟ گفتی اسم چی بود؟ من که چیزی نگفتم. پس سریعتر برو! حتما سریعتر برو! من ترسیدم تا حالا آدم نکشتم. دوران میگه مثل کشتن یه اسب پیر بیماره باید
درست بذاری وسط پیشونش، اما من میترسم. خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. پدر کجایی پدر؟ چاش برام پاک کن. آروم باش چش آروم باش. نتاس همه چی رو به راهه. ما پشتتیم، کلیسا پشتته. گرچه کشتن فعل مغضوب درگاه الهی و من به عنوان نماینده کلیسا مخالفم، اما میدونی چیه چش؟ بعضی وقتا خداوند به مصلحت بنده هاش بیشتر توجه میکنه. الان بهتره فقط دعا کنیم. به نام پدر، پسر، روح القدس. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، ای پدر ما که در نامت منزه و پاک باد. نامت منزه و پاک باد. این قربانیان را از ما پذیرا باش، باشد که خونشان نجات دهنده دهکده و کلیسا باشد. آمین. آمین. فرزندم، خودت که شد اون شورشیایی از خدا بیخبر رو میدونی، اما باید کشته بشه. سرنوشت باید عوض بشه. مناسبات قدرت، مناسبات قدرت. نترس، من برات یه هدیه مشتاق. جاش یاد باش از تقدیر الهی نمیتونی فرار کنی. این خواست خداست، این خواست خداست. چشم این خواست خداست پدر. خانم لورا، آفرین مانوس، خیلی خوب کارتو انجام بده. یعنی میخواد بگید باور کرد من یک کشیش واقعیم؟ فکر نمی‌کردم از دختش بر بیار. خانم لورا، اون که قبول نشم. بقیه‌شو بسپر به من مانوس. اینم سهم تو پدر. مانوس! گفتم نگران نباش، تو هم به وقتش به سهمت میره. گم شو! گم شو! گم شو! چیزی شده مانوس؟ خانم لورا، داشتم فکر میکردم چه بلایی سر کشیش جان واقعی آوردید. مانوس، یادت نره تو یک کشیش ساختگی هستی. از با تا فیلم دراستر نکن وگرنه مجبور میشم. خانم لورا، هیچ میدونیم با این پول فقط میشه کمی به توسعه کلیسا کمک کرد؟ البته به نام پدر، پسر، روح القدس. یادم نیست گفتم یا نه، مباشر فرستاد دنبال دختر ارباب تا بتونه برای آخرین بار پدر و مادرش رو ببینه. دیر کرده، حالا دیگه شورشی ها رسیدن به دهکده ما. بی سر و صدا آمدن تا رسیدن به امارت. حالا همون شبه شورشی ها تو حیاتن و نمایندشون توی اتاق ارباب. این همه اینجا اینا هیچی نمیگین.
آخرش که چی؟ آروم باش کش. راست میگم ارباب. تو برنخوره ها. اما این همه توله های دیگه گرد و خاک کردیم. اینجا چی؟ هیچی به هیچی؟ یه نفر رو نمیخواد بکشیم. لااقل یه حسابی که میتونیم آتیش بزنیم. یاوزه یه همین هم نداریم. شما خیلی عصبانی هستید. به دل نگیرید. من معذرت میخوام. ببخشید مثل اینکه با ظاهرتون شدم. خواهش میکنم این حرف رو نزنید. ما در جریان خواسته های شما هستیم. شرمنده نکنید. سوگند میخوام همه اینا اثر ناجاییه. هر کار که صلاح میدونید انجام بدید. ما دخالت نمیکنیم و ماچیش کنیم. لطفاً بیشتر از این ما رو شرمنده خودتون نکنید. درست ارباب؟ بله درسته. هر طور که شما صلاح بدونید ما هم کار انجام میدیم. تعارف نمیکنم. ما مجبوریم. خب بگید چی میخوان؟ بگید میخوان ارباب و خانم کشته شن ها؟ باور بفرمایید از زمانی که متوجه شدیم شما شورشیان عزیز تشریف فرما میشید ساعتها توی کلیسا براتون دعا کرد. چرا پدر؟ به خاطر اینکه توی دعا کردم که نباید بخ ببازیم. مگه غیر از اینه؟ درسته. بهتره بریم سر اصل مطلب خانم. بله اصل مطلب. ما میدونیم شما دهکده‌های زیادی رو با آتیش کشیدید. شما اینطور فکر میکنید؟ مگه غیر از اینه؟ راستش ما مسافریم. اینو توی همه دهکده هم گفتیم. اونا خودشون همه جا با آتیش کشیدن. ما کاری به کسی نداریم. حالا اگر اجازه بفرمایید من دوستم تو حیاتتون بخوابیم. اگر هم نه که بریم. نه ما اینجا اتاقای زیادی توی عمارت داریم. بله ما اینجا اتاقای زیادی توی عمارت داریم و شما میتونید. ممنونم از شما. پس تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف ما چی میشه؟ من متوجه نمیشم شما چی میگید. تکلیف اونایی که باید برسیم دنبوی رفتی لورا کدوم گوری هستی لورا؟ چی شد کش؟ هیچی گفتن امشب اینجا میخوابن صبح میذارن و میرن کسی نمیخوان بکشن. فقط یه سفر طولانی ندریش دارن همین؟ همین فقط یه سفر طولانی یعنی واقعا نفهمیدی؟ مسخره احمقه. یه ذره عقل تو کله این مردک نیست. از کجا پیداش کرد؟ همیشه خودش به حماقت میزنه. چرا؟ احمق اونو تصمیم گیری رو گذاشتن به اختیار تا. به دهکده با مفیش تو علمگه نکرد. چی؟ خب بکشه. چیو؟ اربابو اربابو و خانومو. هر دوشونو. شورشیات حیات عمارت نکش. دستشون برسه ما کلکمون کنده است. سر تمومش کن نجاتمون بده من نمیتونم نباید کشته بشن. پس باید بکشیشون. همشو میندازیم تقصیر شورشیا. تو ارباب میشی به همین راحتی. گور پدرت گور پدرت و گور پدر ماتی گور پدر ارباب و زنش همه این مزخرفات اون ماتی لعنتی بهت یادره ها احمق اگر باب بفهمه پوست جفتمونو میکنه. چی میترسی کش؟ نترس. من کنارتم. مباشر کنارمونه. اونا ما چیه کشیش رفتی به همه قضایا رو دادن. نترس کش. بگیرش مرد. تو میتونی. تو میتونی چاره‌ای نداشتم. باید اربابو میکشتم. دیشب تو میتونستم خوردم جوری که از سر جام تا صبح تکون نخوردم. خوابای بدی دیدم. خواب دیدم رفتم توی استبل. دوتا اسب سیاه دم سفید اونجا سرشون تو آخر بود.
پیر مریض روبرو شد. درست بزن وسط پیشونیش. درست بزن وسط پیشونیش. بزن وسط پیشونیش. ارباب و زنش بود. ارباب شیعه میکشید و سون میگفت. زنش میخندید. نمیدونم چی شد. همه جا رو خون گرفت. درست مثل این که بزنی وسط پیشونی دوتا از بیمار. کسی پی شما نفرستاده. این نامه‌ای که واسه من آوردن چی بود ها؟ نامه کدوم نامه؟ کدوم نامه؟ جوری حرف میزنی انگار از هیچی اطلاع نداری. ای مباشره! این که تو چیزی نوشته نشده خانم ببینید. من خودم خوندمش. از من نشنیده بگیرید. ولی از همین راهی که اومدین برگردید خانم. برگردم؟ ولی پدر و مادرم چی؟ شاید دیگه پدر و مادری در کار نباشه خانم. منظورت چیه؟ توی دنیا اتفاقات عجیب زیاد میفته. واقعیت توهمه. با چیزهای ضد همه زیادی روبرو میشیم. کدومش درسته ها؟ بهتره بگیم همشون. آره حتی خود من الان همزمان 10 جای مختلف دارم کالسکه میرونم. دروغ میگی.
دروغ میگم؟ بله. چطور آدم میتونه همزمان تو 10 جا باشه؟ همه ما همینه. حتی خود شما خانم. من؟ آره. خود شما الان دارین با کش دعوا میکنین. بعد همینطور همزمان توی بغل لورا هم گریه میکنین. و همینطور همزمان با جناب مباشر توی کلیسا قرار ازدواج میکنین. حالا من دروغ میگم؟ البته که دروغ میگید. من نمیتونم با مباشر قرار ازدواج بذارم. آخه پدر و مادرم مخالفن. شاید تا برسین دیگه پدر و مادری در کار نباشه خانم. مزخرف نگو. قوانین زندگی همچین چرندیاتی رو نمیدونم. نه! قوانین؟ کدوم قوانین؟ شاید اون چیزی که ما به عنوان حقیقت زندگی میشناسیم دروغ باشه دخترم. شاید ما توی یک کابوس مشترکیم. کی میدونه و کی میتونه قاطعانه تصمیم بگیره ما تو خواب کی باشیم؟ بس بهتره با اتفاقاتی که روبرو میشی کنار بیایی و در مقابلشون موضع نگیری. حالا برگرد دخترم. نه! برگرد. من نمیتونم برگردم. برگرد. نمیتونم. ما الان تو خواب کی هستیم؟ من تو خواب شما یا شما تو خواب منید؟ شاید شما الان اینجا نیستید. شاید شما هم دارید خواب میبینید که اینجایید. شاید من اربابو نکشتم. شاید همه ما توی کابوس مشترکیم. یک کابوس مشترک بین من و شما و شاید هم خیلی های دیگه. شورشی ها ریختن ارباب و خانوم رو کشتن. میفهمی؟ نشی تو مستی یه چیز دیگه بگی. مگه همتون دورم نکردید که ارباب و خانوم رو بکشن؟ معلومه چی داری میگی؟ معلومه چی داری میگی؟ من ارباب و خانوم رو کشتم. من ارباب و خانوم رو کشتم. خفه شو. من ارباب و خانوم رو کشتم. من ارباب و خانوم رو کشتم. خفه شو. خفه شو. شورشی ها ریختن ارباب و خانوم رو کشتن. میفهمی؟ شرم آوره. مردم از صبح ریختن جلوی در امارت میخوان جنازه ها رو تدفین کنن. بعد شما 2 نفر اینجا دارید دعوا میکنید. شرم آوره. جناب مباشر چشمان خوش احواله. تب داره تو تب میسوزه نمیبینید؟ چیزی خورده؟ آره خوردم اما فکر نمی کنم چیزی از زهر ماری دیشب رسیده باشه. آروم باش مباشر. آروم باش. چیزی شده که ما ازش بیخبریم؟ جناب مباشر کش ناخوش احواله. تب داره تو تب میسوزه نمیبینی؟ بهتر خودمون بریم برای تقسیم. یا تا راه بیفتید. خدای من مردم از صبح جلوی در امارت منتظرن و شما هنوز اینجایید. چیزی نیست پدر. کش ناخوش حاله. بگم اونم ترسیده. ترس از چی؟ کی فکرشو میکرد شورشی ها به کشتن ارباب و خانم رضایت بدن و به بقیه کاری نداشته باشن؟ حتما کش از ترس جونش پناه آورده به این زهر ماری. پدر راست میگه کش؟ تو ترسیدی؟ تو از من ترسیدی؟ از اینکه به ملاقات خداوند بری ترسیدی کش؟ گمشید بیرون آدم کشای کسی. چی میگه؟ پدر کش فکر میکنه ما ارباب و خانوم رو کشتیم. چه حسابی چه حرفی میزنه؟ چیزی نیست پدر. زیادی خورده. خداوند تو رو نمیبخشه کش. خداوند تو رو نمیبخشه که تو این شرایط حساس پناه آوردی به این. حتی شرمم میاد بگم به چی پناه آوردی. در صورتی که بندگان خدا فقط باید منوز! حالا کی باید ارباب بشه ها؟
هر طور شد این کشوراش بنداز. بله پدر. یعنی شما میخواید چند شربان بشه؟ جناب مباشر. چرا که نه؟ حالا که خواسته شورشیایی بوده چه کاری از ما ساخته است. ارباب کش ارباب کش. اما همه میگن کار شورشی ها بوده. بالاخره داخل ارباب رسید، اما خیلی دیر. حالا پدر و مادرش مردن و من ارباب جدید شدم. ارباب کش. خوش آمدی کارجا. مباشر. سلام کش. اومدی کنم؟ پدر و مادرم کجان؟ تو حیاتم. ندیدمشون. تو تابوتن زیر خاک. مزخرف نگو کش. تسلیت میگم کارجا. چی میگی مباشر؟ چی میشه گفت؟ شورشی ها به ما حمله کردن. پدر مادرم رو بزنی. من مطمئنم که روی بدم. باور نمی کنم. کجا میری کارا؟ بهتره که باور نمی کنی. آفرین کش. خیلی خوب کارتو انجام دادی ارباب کش. بهتره بهش احترام بذاری. چی باشه اون نزاداره؟ خفه شو مباشر. لورا کش من باید برم عزیزم. ماتی داره دنبالم میگرده. زن میگردم من. مباشر بابا از این لعنتی اصلا خوشم نمیاد. ماتی حالم ازش بد میخوره. چرا؟ زیادی شراب میخوره اصلا دانش تو واسه حسابی نداره. باید از شرش خلاص شیم. چطور؟ نمیدونم. تو مباشری خودت یه فکری به حالش بکن. باشه فقط چی؟ لورا چی ها؟ قرار نیست خبردار بشه. بگیم بدون خداحافظی رفت. بدون خداحافظی. بله ارباب.
تو بزرگ شدم عزیزم. تو هم مثل مادرتی، با محبت مهربون. وقتی بهت نگاه میکنم گریم میگیره. کورا لورا کی پدر و مادر منو کشت؟ کی پدر و مادر منو کشت؟ پدر شورشیا تقدیر الهی مرگ طبیعی. آخه چطوری پدر؟ تا حالا ندیدی کسی به مرگ طبیعی بمیره؟ دانشون زده. سوزوندنشون! دوباره میپرسم باباشه اونا چجوری مردن؟ سوزوندنشون زنده تو آتیش سوزوندنشون. چرا همش میپرسی اونا چطوری مردن؟ خدا فرزندم اگه کسی میتونه از تقدیر الهی فرار کنه. من جنازه اونا رو دیدم جای 2 گلوله تو بدنشون بود. حتما میخواستم مطمئن بشم که اونا مردن. آخه این چیزا برای شورشیا خیلی مهمه. خدای من، یعنی میخوای بگی خودکشی کردن؟ شرم آوره! کورا جان، من مطمئنم که همه چیز درست میشه. مطمئنم. نه مادرم همیشه میگفت لورا یه دروغگوی خیلی بده. وقتی دروغ میگه پلکش میزنه. واقعا؟ یعنی میخوای بگی الانم پلکم داره میزنه؟ شاید به خاطر اینه که چشمم درد میکنه. کارا لورا! پدر؟ همتون خوب میدونید که پدر و مادر من پایبند به اصول اخلاقی بودن. اونا خودکشی نکردن پدر، بلکه کشته شدن. ولی فرزندم، این حرف منو خوب یادت باشه. شیطان به بندگان خوب خدا از همه نزدیکتره. پس شیطان به شما از همه نزدیکتره پدر، درسته؟ نزدیکتره پدر. شیطان به شما از همه نزدیکتره. میبینی؟ اون زل میزنه تو چشای من. به من میگه دروغگو. به کی؟ به نماینده کلیسا. کی فکرشو میکرد از اون پدر و مادر؟ یه همچین جونه بری پا بود. هرکش! بیتون میری ولی در کمونه ارباب زاده. خوش! آروم بگون. من اربابتون مون ارباب زاده؟ گم شو بیرون. گم شو. منم باید برم. بمون پدر. میخوام برام دعا کنی. برام دعا کن که هیچ وقتی گلورا رو نبینم. ولی فرزندم، ماتی خیلی وقتی که مرده. میدونم مانوس، اما لورا که اینو نمیدونه. تو خیلی شکاک شدی. گم شو بیرون. برات دعا میکنم. گم شو بیرون. برات دعا میکنم.
بالاخره از یه جایی درد میکنه لعنتی. نمیخوای اعتراف کنی ماتی؟ اعتراف کن تا شاید از بار گناهانت کاسته بشه. اعتراف میخوای پدر؟ تو چی؟ تو نمیخوای اعتراف کنی تا از بار گناهانت کاسته بشه؟ همتون میدونی دست همتون تو یک کاسه هست. به نام پدر پسر نهان قداس بزن و زن دیوونه شی. تو هم نتونی کاری براشو کنی. بعد از مردن مطیل برا کلن به هم ریخته. کاش بمیره. کاش دیگه هیچ وقت نبینمش. کش همین الان ماتیو دیدم. نشسته بودی تو استفرم داشتیم شهر مالی میخوابی. ماتی مرده لورا. دست اربابو گرفتم آوردم بالای سرتون. ارباب تا از سرش خون میریزه. خون 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 خون. ارباب مرده لورا. یادت نیست؟ تو کشتیش. آره عزیزم. تو کشتی. آره عزیزم. تو کشتی. آره. چرا اینطوره؟ آدم از دروغ شنیدن بدشون میاد، اما راحت دروغ میگن. بعد برای اینکه دروغشون رو نره مجبورن دروغای بعدی رو بگن. هیچ میدونید دروغ گفتن مثل آدم کشتنه؟ برای اینکه لو نری باید ادامه بدی. باید بکشی تا زنده بمونی. باید بکشم تا زنده بمونم. باید بکشی تا زنده بمونی. باید بکشم تا زنده بمونم. باید بکشی تا زنده بمونی.
باید بکشم تا چی میگی کش؟ مباشر نیومد. کدوم مباشر؟ کدوم مباشر؟ مباشر مرده، یادت نیست تو کشتیش مثل خیلی های دیگه با یه گلوله زدی تو سرش. پدر چی؟ غیبش زده اون چی؟ مطمئنی اونم نمرده؟ نمیدونم، حساب خیلی چیزا از دستم در رفته. خیلی چیزا کش، خیلی چیزا. کجا برم؟ قسم میخورم بهش که هیچی نگفتم. از همه پنهونش کردم. چیو پنهان کردی پدر؟ همه چی رو دیگه هیچی یادم نمیاد. هیچی یادم نمیاد. دیوانه شدی پدر؟ هیچی یادم نمیاد. من همه چی رو توی معامله با تو از دست دادم. خدا خیلی بزرگ بوده، من شیطان رو انتخاب کردم. تو خود شیطانی. تو خود شیطانی. آروم باش پدر. تو خود شیطانی. آروم باش! آروم باش پدر. آروم باش. بهتره که دعا کنی. از تقدیر الهی نمیشه فرار کرد پدر. من برات یه هدیه دارم. به نام پدر، پسر، روح القدس. آمین. سرده، خیلی سرده. سوز سرما به استخون میزنه. امشب برف اومد، اندازه تمام عمرم برف اومد. هیچ میدونی در باب شدن سخت‌ترین کار دنیاست. میترسم که کسی منو بکشه، مثل یه از پیر بیمار درست بزنه اینجا. درست وسط پیشونیم. تو اینجا چی کار میکنی؟ روزای سخت زیادی رو پشت سر گذاشتیم. بالاخره همه باید بمیرن. آره، ای لالا، پس این غذای من چی شد؟ شوخی گرفته کش. نه اصلا. لورا مرده. انگار که تو شوخی گرفته. لورا خودشو کشت. خودشو کشت؟ باور نمیکنم. زن بیچاره بعد از مردن ماتی خودشو خافیز کرد. حیف شد. زن خوبی بود. آره، زن خوبی بود. تو هم مردی؟ اومدم اینا رو بهت بگم و برم کرد. باشه بیرون.
از دست تو مرده هات یه روز خوش ندارم. گم شو بیرون. اینقدر حوث دیدن مرده هاتو نکن. گم شو بیرون. اینقدر حوث دیدن مرده هاتو نکن کش. خسته. میخوام بخوابم. خیلی خستم. چش کدوم گوری هستی چش؟ اینجا من. صدای چیه؟ صدایی نمیاد. مگه کنی؟ صدای باده. میگه شورشیات راهن. از این فاصله فقط مرده ها صده ها رو میشنون. نکنه تو مردی کش. نه نکنه تو مردی ارباب. نه نکنه تو مردی ارباب. تو مردی ارباب. خوابیدن. پاشو کش. شورشی ها رسیدن. نمیخوای کاری بکنی کش؟ لعنتی یه کاری بکن. اما شورشی ها ایستادن پشت دروازه های عمارت. ارباب شورشی ها اینجا همه جمع شدن دور هم دیگه و منتظر تو بودن. حالا بخواب کش. آروم بخواب کش. بخواب. یا. بخواب کش.